نمیصرف. آقا بهنام اینو جلدش میکنی؟ بذار فنریش کنم. نه میخوام جلد بشه. بذار فنری کنم جلدش محکم بشه. چسبش قویه، میخوام جلد بشه. او زهر مار، من این نگفتی چسبش قویه؟ نمیصرف. آقا بهنام دوتا خودکار میدین؟ 15 150. فرقشون تو چیه؟ فرقشون تو قیمتشه دیگه. 15 150. نه نمیصرف. جان خدا رو شکر 10 میلیون کار کرد. آقا بهنام چقدر کار کردی؟ هیچی نگو، بازار خراب. یک نفر از صبح نیومده. نه نمیصرف. نازنین پاک کن، این پاک کن رو ببر، پشیمون نمیشی. بهترین پاک کن مغازه اومد. آقا بهنام این هم پاکاری نبود که دفتر پاره میکرد؟ چرا؟ پس چرا دادی؟ چون اگه دفتر پاره نشه کی بیاد از اون دفتر بخره ها؟ تو فضولی.